همه ما آدم ها دوست داریم زندگی با کیفیت و رو به رشدی داشته باشیم. ولی برای داشتن چنین زندگی چی کار باید بکنیم؟ توی این ویدیو قراره 5 راهکار ساده رو یاد بگیریم تا توسط اونها زندگی با کیفیت تری داشته باشیم. مورد 1. هر روز حداقل 30 دقیقه پیاده روی یا ورزش روزانه داشته باش. مورد 2. به صورت روتین مطالعه کن و سطح اطلاعاتت رو آپدیت نگه دار. مورد 3. به جای الکی ول چرخیدن در فضای مجازی، پادکست های مفید گوش بده و مراقب ورودی های ذهنت باش. 4. آدم های سمی رو از زندگیت حذف کن. مورد 5. یک زبان خارجی جدید یاد بگیر. با انجام این کارها به صورت روزانه و مداوم میتونی زندگی با کیفیتی رو برای خودت بسازی.